کانال داینجی اکس بچه‌ها. امروز اومدیم تو این ویدیو ویدیو آموزشیه، یاد بدیم چجوری کانالمون رو گلد کنیم. بچه‌ها ممنون میشم ویدیو لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب کنید. من چون تازه کارم حالا بازم ممنون. بعضی میان کامنت میذارن اگه میان. خب الان ما برای گلد کردن خب بعضی بلد نیستن یا اصلا پیگیرش نشدن، حالا به هر دلیلی. برای گلد کردن مثال اول رایفل رو بریم بگیم. رایفل من الان مثلا این گلده. خب بچه ها ماموریتش چیه؟ ماموریتش بایسته بریم یکی که چیزه دیگه که من انجام ندادم، اینا همه انجام ندادم. خب میگه بچه دوتای اولی مالی یگانی که دوتای اولیش هم چیز نباشه، چون که من حفظ نیستم که باید بخونم. یگانی که اصلا من باش بازی نکرد نمیشه که به خدا مدو تو هم دیگه باز نباش تو رو خود. اولی بچه اولی خب معلومه چیزه اولی که معلومه. اولی میگه حدود فکر کنم 500 یا اینا کیل بگیر با گان، یعنی شما حتی هدشات هم بزنی این حساب میشه. این فهم میگه کیل بگیر، یعنی شما این ماموریت اصلا براش تلاش نکنید، شما بری بقیه رو انجام بدی این کامل میشه. بعدی 25 تا انمی دیگه هم بکش. بعدی میگه 50 تا بکش. بعدی میگه 75 تا، همینجوری بیشتر میشه. اولی کمه. بعدی میگه مثلا 150 تا، بعدی میگه 200 تا، بعدی میگه 300 تا، بعدی میگه 400 تا، بعدی میگه 500 تا. این بچه بخش اوله که فقط میگه کیل بگیر. بخش دوم میگه که با هیپ فایر 50 نفر رو بکش. با هیپ فایر هیپ فایر بچه یعنی چی؟ هیپ فایر یعنی بدون نشونه، نو اسکوپ، بدون که نشونه بگیری. بعدی میگه 80 نفر رو از راه دور بکش. بچه حالا متوجه بشیم از راه دور. حالا بعضی ها متوجه بشیم اگه کیلم بگیریم بالا واسه مثلا یه چیز هدشات مالا میاد اونجا عکس حالت یه تیر لانگ شد. حالا سعی کنید از دور بزنید دیگه. حالا من الان دقیق نمیتونم توضیح بدم. از 80 نفر از راه دور بکش. بعدی میگه که 125 نفر رو با اتچمنت فول، با 5 تا اتچمنتی که میتونی، یعنی شما میتونید 5 تا چیز رو گانتون بزنید، یعنی گانتون کاستوم کنید. اون 5 تا چیز رو قشنگ هم تا جایی که میشه 5 تا چیز رو بنداز، هر چیزی که باشه 5 تا چیز روش بنداز. بعد برو باش آدم بکش، حالا هر جو مدلی میکشی. بعدی میگه که 100 نفر رو هدشات کن. همین یعنی با سر بکش، چیز نداره. بعدی میگه خب این یکم حالا سختی که حالا نمیدونم بر بعضی شاید سخت باشه. این میدونه بدون هیچ اتچمنت، یعنی بدون هیچ کاستوم کردنی، بدون هیچی روش باشه، برو 180 نفر رو بکش. همه اینا رو بچه آنلاک، یعنی همه اینا رو انجام دادین، براتون این گلد باز میشه و فقط برای همه این گانا هست. برای همه این گانا همین کار رو باید بکنی. مثلا بجز اون دسته، یعنی اسنایپر فرق میکنه فقط تو این دسته، حتی SMG هم فرق میکنه، LMG هم. فقط تو این دسته اسولت شما هر گانی که مربوط به اسولت باشه، یعنی تو دسته اسولت باشه، همین ماموریت هایی که من الان گفتم. حالا بعدی ها هم میگیم پارت 2-3 میذارم چون خیلی زیاده دسته ها. و بعدی هم میریم سراغ اسنایپ. این چیه؟ اسنایپ یه اسنایپ همچی رندوم، چون که هیچ فرقی نداره.
فرقی نداره واقعا. یعنی مثلا این برای گلد کردنش مثال همه اینا رو با همه این کارا رو باید انجام بدین، اون مثلا اونم همین کارا رو. خب مثل همیشه اینم میگه 350 نفر رو با اسنایپ بکش. بچه اسنایپ یکم سخته، میگه 45 نفر رو نشسته، نه که در حال اسنایپ نشسته بکش، و این واقعا کار سخته. خیلی آروم آروم ما این راه میریم. و حالا یه دکمه هم هست، اگه تونستم آخر ویدیو بهتون میگم که بزنید، حتی در دویدن هم باشین بزنید اسلاید نمیزنه میشینه. حالا بهتون میگم. بعدی میگه این خیلی آسونه بچه، برای اسنایپر خیلی آسونه، برای حالا گانه دیگه شاید سخت باشه. میگه از راه دور 120 نفر رو بکش. اینم راستی فکر کنم عددشون 45 نفر رو نشسته بکش. اینم میگه از راه دور 120 نفر رو نشسته نشسته. بچه به خدا قاطی کردم نکن یه بار از اول. این میگه 350 نفر رو بکش هر جوری. این میگه نشسته 45 نفر رو بکش. این میگه از راه دور 120 نفر رو بکش. واقعا با چه کار آسون، چون اسنایپ اصلا بر راه دور به جز کسایی که راش حالا میدن کلا از راه دور بکش دیگه. بعدی میگه فول اتچمنت، یعنی فول اتچمنت همون جوری که گفتم هر کاستومش تا آخر بکن، یعنی هر چی میتونی روش بنداز اتچمنت، هر مدلی دوست داری روش بنداز، فولش کن، برو کیل بگیری 125 تا. بعدی هم میگه خب معلوم 50 تا هدشات، حالا یکم سخت باشه با اسنایپ. بعدی هم خب معلومه بعضی چیزا شبیه همن. بعدی هم میگه بدون هیچ اتچمنتی 60 نفر رو بکش. همین به شما گلدم چیزی. بعد میگه گل چه رنگی چه فایده داره، چه رنگی خوشگله. بچه من اینا گلد دارم خوشگله واقعا، رو مثلا دایموند اونا کنین یه سه فازم میگیریم، یه سه من مثلا اینا رو یه چیز اچدیارم هم گلده. و واقعا یه مدت میذاشته مثلا به مثلا دوستان گلدار رو میگفتن چرا قشنگه ما هم میخوایم. کلا رنگ خوبیه. تا امروز LMG رو میگم چون که تایم ویدیو زیاد نشه. بعد برای پارت دوم پارت بعدی این ستای دیگر هم میگم. پارت بعدیش چیز دایموند رو میگم. خب اینم نکنین. خب اینم بچه ها کنین. اول سری میخوام بگم 400 نفر رو بکش. بعدی بدون نشونه فایر بدون نشونه 45 نفر رو بکش. بعدی 45 نفر از راه دور. بعدی 125 نفر با فول اتچمنت بکش. بعدی هم 50 تا هدشات بکن. بعدی هم بدون هیچ اتچمنتی 60 نفر رو بکش و همه اینا رو انجام بدین بهتون گلدو میده. بچه ها ممنون میشم این ویدیو لایک کنین، برای من کامنت بذارین و منو ساب کنین. بچه ها فعلا تا ویدیو دیگه خدافظ.